دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. برای یکی از سوالات آزمون کارشناسی ماده 27 سال 1404 در خدمتتون هستیم. بسته مؤسسه ما ویژه آزمون کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان هست، چه حالا قوه قضاییه چه قانون کارشناسان. ولی دوستانی که اون بسته رو مطالعه کرده بودن به راحتی میتونستن سوالات آزمون کارشناسی ماده 27 رو هم پاسخ بدن و عین همین سوال خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر در مورد اساس مقطع پلاستیک ما داخل بسته گذاشته بودیم. برای اساس مقطع پلاستیک جایی که مساحت شکل با هم برابره میشه تار خنثی پلاستیک. الان اینجا با هم برابره دیگه، این A در B اینم A در B. برای اساس مقطع پلاستیک خب میشه مساحت بالا ضرب در فاصله وسطش تا این تار که میشه A دوم و علاوه مساحت پایین ضرب در فاصله وسطش تا اینجا که میشه B دوم. یه AB دوم شما فاکتور بگیرید، این A میمونه، اینم Bش فقط میمونه که میشه دقیقاً همین گزینه دو. حوصله نداشتید پارامتری حل کنید، عدد بذارید، اینو بگیرید دو، اینو یک، اینو دو، اینو یک. مساحت بالا میشه دو ضرب در فاصله وسطش میشه یک دوم تا اون تار و علاوه مساحت پایین میشه دو ضرب در فاصله وسطش تا اینجا که میشه دوباره یک. این میشه یک، این میشه دو، جمعش میشه سه. گزینه درسته که شما A رو بدین یک، B رو بدین دو، به شما همین سه رو بده. حالا گزینه یک میشه این یک به علاوه این دو تا چهار، اینم که میشه دو با این دو میره میشه پنج. خب این غلطه، این میشه دو که با این دو میره میشه یک، یک به علاوه دو میشه سه. دقیقاً همین گزینه درسته. الان میشه یک به علاوه چهار، این دوباره میشه 5 اشتباهی، میشه یک به علاوه 8 میشه 9 دوم، میشه 4 رو نمیدونم اشتباهه. تنها گزینه‌ای که A رو 1 بدید B رو 2 بدید 3 میشه گزینه 2 هستش. جهت حالا مشاوره هم برای این آزمون ها از طریق سایت چت آنلاین سایت اقدام کنید.